خدمتتون عرض کنم که مسئله در واقع مذاکرات خب یه کار سیاسی بسیار خطیر و پیچیده است دیگه. قطعا هم نمیتونیم بگیم که منجر به یک توافقی خواهد شد و بعدش یه تحولات اقتصادی انجام میپذیره، ولی اینجوری به نظر میاد که هم ایران و هم امریکا میخوان این کار رو انجام بدن و چه بهتر که ما راجع به این مسئله بحث کنیم، کمون که الان در سازمان برنامه دستگاه دولتی و دولت ایران هم و محافل در واقع تصمیم گیرن راجع به قضیه صحبت میشه. مثلا نکته اینه که آیا این یه امر مکانیکی است که حالا فرض کنیم که فردا هم به توافق رسیدن و این فلفور انجام میپذیره، یعنی اثراتش روی شرایط اقتصادی اجتماعی ایران یه اثر فوریه؟ حتما اینطوری نیست. و آیا شرایط محیطی در واقع اقتصاد ایران و حتی مسائل اجتماعی حکمرانی ایران اونها درش مؤثر نیست؟ که حتما هست. بنابراین ما بحثمون رو اینجوری شروع میکنیم. این بحثی که هست اینجا من خیلی سریع این رو میگم، ببخشید که یکم تون این رو میخوام عنوان کنم چون من 20 دقیقه بیشتر وقت ندارم. الان میدونید که الان خب هم شرکت‌های ایرانی، بنگاه‌های ایرانی، هم بنگاه‌های اروپا آمریکا فعال شدن، یعنی بعضا هم مذاکره میکنن، بحث میکنن، صحبت میکنن. تصورشون این است که بالاخره این به یک جای میرسه و بتوانن از این شرایط استفاده کنن. خب حالا اقتصاد ایران که بنگاه که نیست، که پروژه و شرکت که نیست، یه کلیت بسیار در واقع پیچیده است که اساتید محترمی که اینجا تشریف دارن همشون خودشون صاحب نظر هستن. حالا من برای اینکه شروع کنم میگم که ما در ایران یه ابرچالش هایی داشتیم، 13 تا ابرچالش داشتیم که خب اینا 3 تاشون خیلی مهم بوده که این ابرچالش های عمده است که ابرچالش در واقع تولید ثروت در ایرانه که همه مسائلی که مربوط به اشتغال و نمیدونم بیکاری و همه چیزا این توه دیگه. ابرچالش در واقع کاهش اعتماد بین مردم و دولت و چالش فساد در ایرانی که رو به تزاید هم هست متاسفانه. و 2 تا از ابرچالش های اصلی که دیگه اینها رو همه رو پوشش میده که اختلال در حکمرانی کشوره که در همه سطوح متاسفانه هست، که هم سطوح عالی هم سطوح دانی در واقع همه جا هست. یعنی چیزی نیست که مثلا تنها فقط در یه جای خاصی باشه، الان و همه جا رسوخ کرده. چالش سیاست خارجی معطوف به اقتصاد ملی، این 2 تا دیگه 2 تا اصل دیگه که شاید اصلی ترین در واقع ابرچالش های ایرانه. بنابراین وقتی میخوایم تحولی صورت بگیریم تو این زمینه ها صورت میپذیره. حالا حوزه هایی که درگیر تحولات اقتصادی بعد از مذاکرات هستن که مهمترینش همین حکمرانی سیاسی و توسعه اقتصادی است که در واقع حکمرانی این قضیه، چون بسیار ما در این زمینه دچار اخلال ها و کارکردی های اساسی شدیم. بعدم همواره بود سیاست خارجی معطوف به اقتصاد ملی و روابط با اقتصاد بین الملل، یعنی این اصلا همواره هست. یعنی ما باید این رو خیلی بیش از اونی که تصور داریم اصلاح کنیم. بعد سیاست های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران که این که میدونید دیگه بالاخره این اصلا اساسا ما دچار یک در واقع کجراهی خیلی گسترده‌ای شدیم و مشکلات خیلی اساسی در این زمینه داریم، هم در استراتژی ها، هم در سیاست ها، هم در رفتارها اقتصادی و اجتماعیمون و مشکلات فراوونه. بعدم ظرفیت های رقابت پذیری ایرانه که درست شناسایی بشه، در همون جاها بتونیم ما کاری رو به پیش ببریم. بعد تحولات امور زیربنایی ایران، خب امور زیربنایی ایران آمادگی کامل برای این قضیه نداره، به خصوص سازگاریش با سرمایه‌های بین‌المللی که احتمالاً در ایران میاد. حالا سرمایه بین‌المللی که میگیم ممکنه که حتی فرامنطقه‌ای هم باشه، یعنی تنها وقتی میگیم بین‌المللی مثل امریکا اروپا نیست. چینی‌ها تا حالا که نیومدن، نمیاد. شاید اگه شرایط فراهم بشه اولین کشوری که بیاد چینی‌ها خواهند آمد، چون چینی‌ها الان شرطشون این است که شما که اصلا با دنیا مرتبط نیستید. تحولات نظام اداری و مالی و بانکی متناسب با شرایط جدید، برداشتن انحصارات ناشی از تحریم‌ها. خب ما در ایران یه انحصارات خاصی داریم دیگه، قابل توضیح نیست. همه میدونیم که چه کسانی و چه گروه‌هایی و چه جریان‌هایی در واقع بهره میبرن از شرایط تحریم. حالا اگر یک زمانی تحریم‌ها هم برداشته بشه، اولین داوطلب‌ها دوباره همونان.
خب این باشه که اصلا باز مردم و بخش خصوصی ما، بخش عمومی ما، جوانان ما باز جا میمونن. و آخرین چیزش هم که خیلی مهمه مسئله فساده. در یک جامعه فسادآلود اصلا شما نمیتونید کار اقتصادی مثبتی بکنید. به قول معروف میگن در زمینی که آلوده به فساده هیچ بذری در واقع رشد نخواهد کرد. خب حالا فضای بین الملل هم ما مؤلفه های زیاد تاثیرگذاری داریم که روی اقتصاد ایران با جهان تأثیر داره. مسئله گذار انرژی و جنگ منابع سبز، نقش تنش آبی، امنیت غذایی، رقابت‌های بزرگ برای این معادنه که می‌دونید در الان به خاطر ما ورود جهان به در واقع نسل چهارم انقلاب صنعتی و نسل پنجم، خب اینا اصلا خیلی مطرح شده. اصلا مسئله معادن، تغییرات جمعیت و بحران نیروی کار، انقلاب هوش مصنوعی و فناوری و کوانتوم و بیوتک و چیزای اینجوری، تحول در نظام آموزش و اقتصاد مهارت محور، رقابت بزرگ برای پیروزی در جنگ کریدورها که ما روز به روز داریم مزیت‌های نسبیمون رو از دست میدیم، فروپاشی با تحول زنجیرهای تامین جهانی و تاب‌آوری اقتصاد در نظم نوین جهانی که یکی از مؤلفه‌های در واقع اقتصاد نسل پنجمه، یعنی انقلاب نسل پنجم. حالا ملاحظات و تمایل بازیگران در نظم بین‌الملل هستن، ببینید هر کدومشون این چیزایی دارن. چین، هند، اروپا، آمریکا. خب هر کدوم اینا، من یکی دو تاشو فقط بخونم. در مورد امریکا، اولویت آمریکایی ترام کاهش کسب بودجه فزاینده دولت بدون افزایش مالیات ها و بهبود تراز تجاری آمریکا، مقابله با چین و بازسازی هژمونی آمریکا در سطح بین‌الملل، حذف ریسک های حمله هسته‌ای به آمریکا و متحدینش. این چیزایی است که بالاخره وجود داره و به علاوه جنگ تعرفه‌ای که امریکا در واقع به راه انداخته. انواع اقسام، من چون زمان خیلی کمه اینا رو توضیح نمیدم. ظرفیت‌های رقابت‌پذیری ایران، خب از رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی منابع عظیم هیدروکربنی، نیروی انسانی، موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک و ژئواکونومیک ایران، تمدن 7000 ساله ماست که به هر صورت یک قدرت خاصی به ایران میبخشه، رقابت‌پذیری در منطقه زیرساخت‌های صنعتی قوی، مزیت در تولید محصولات کشاورزی و توان صادرات خدمات فنی و مهندسی. بعد چند نمونه از ظرفیت‌های صادرات ایران هست که مشخصاً ما به هر کشوری در واقع این توانایی داریم که به خصوص کشورهایی که باشون امکان فلفور در واقع صادرات داریم و سابقه داریم ایناست. بعضی‌ها رو اینجا نوشته. من حالا مثال بگم، مثلا قطر ما صادرات غیر نفتی و تولید میوه و تره‌بار، در برزیل تامین خوراک و واحدهای پتروشیمی، در اندونزی فرآورده‌های مواد معدنی، تاجیکستان ظرفیت‌های معدنی و روسیه انرژی و همکاری‌های صنعتی و تولیدی الی آخر. بعد فرصت‌های ایران در تعامل با جهان، ما فرصت‌هامون این چند تاست: منابع انرژی فسیلی، منابع متکثر و متنوع طبیعی، سرمایه انسانی متخصص، موقعیت ویژه ترانزیتی، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، مزیت‌های گردشگری. بعد منابع مثلا انرژی فسیلی و تجدیدپذیر ما که مشخص، من حالا اینا رو خیلی توضیح نمیدم. سرمایه انسانی ما که میدونید که در ایران ما جزو 5 کشور برتر داشتن بیشترین مهندسیم. خب ولی در شاخص جهانی رقابت پذیری استعدادها ما از آمدیم و از 116 قرار گرفتیم و این نشون دهنده این است که خب حکومت ما و شاید اقتصاد ما نتونسته از این منابع استفاده کنه. بعد درآمد سرانه، خب ایران 2023 4650 است که رتبهش در 210 کشور دنیا 115 است و خب قاعدتاً ما باید جزو کشورهای متوسط قرار بگیریم که قرار نگرفتیم. اگرم قراری جزو کشورهای متوسط پایینیم و این وضعیت در واقع شرایط ما. حالا من وضعیت دیگه توضیح نمیدم. منابع متکثر و متنوع طبیعی، میزان ذخایر در ایرانه که حالا توضیحاتش اینجا هست من نمیگم،
میزان ذخیره مس محتوای ایران 54 میلیون تونه که تقریبا قابل ملاحظه است. میزان ذخایر سنگ آهن، میزان ذخایر روی و سرب و میزان ذخایر طلاست که اینها همه مواردی قابل اعتناست و هر کدومش میتونه که زمینه ساز باشه. مزیت‌های گردشگری ما که گردشگری ما بسیار میدونیم، ما که از 10 مخزن در واقع گردشگری جهان هستیم ولی از این تقریبا استفاده نمی کنیم. آمارهای گردشگری هم میدونید یه مقداری خیلی جالب هست که مثلا کسایی که راننده هایی که به عنوان راننده هم میان در ایران که کامیونا رو حمل و نقل میکنن، اونا رو هم ما جزء در واقع آمار گردشگری حساب میکنیم. یعنی خیلی آب توش رها میکنیم ولی بازم در واقع چیز دندونگیری نیست. الان من خبر دارم، میدونم که وزارت گردشگری تلاش خیلی زیادی با کشورهای مختلف میکنه برای اینکه بتونه جلب کنه ولی جلب نمیشن، چون شرایط آماده نیست. ولی ما بزرگترین 10 مخزن بزرگ گردشگری جهان هستیم. موقعیت ترانزیتی و ژئوپلیتیکی ایران که کاملا مشخص، ما کریدورهای شمال و جنوب، کریدور آسیای میانه، کریدور ایران و افغانستان، کریدور مرتبط با سازمان همکاری های اکو و کریدورهای مرتبط با کشور عراق رو داریم که کریدورها میدونی که در واقع ممکنه حالت فیزیکی نداشته باشن، برساخته است و ما میتونیم این رو ایجادشون کنیم، میتونیم استفاده کنیم، میتونیم استفاده نکنیم ازشون، کما اینکه الان استفاده نمی کنیم. پتانسیل های صادراتی ایرانه، ببینید الان همه مشخصه و اینها چند نمونه از ظرفیت های بالفعل صادرات ایرانه که من توضیحش رو نمیدم به خاطر زمان. چند نمونه از ظرفیت های بالقوه صادرات ایران که عرض کردم. حالا سناریوهای مختلفی رو حالا برای ترمیم و بازپیرایی روابط بین الملل یه سری کارها باید انجام بگیریم دیگه. این کارها رو در واقع مسائلی است که اهمیت داره. ما در زمینه مثلا ما میتونیم که توسعه و ساختار صنعتیمون رو تغییر بدیم، تکمیل شبکه‌های ریلیمون رو، توسعه در مکران که توضیح دادم قبلا، میتونیم که در واقع نوسازی ساختار صنعتیمون و مبادله فناوری در مقابل نیروی کار متخصص، مبادله فناوری در مقابل نیروی کار متخصص، هر کدوم از اینا از یک کشوری، از این کشورهایی که مطرحن، از اونها میتونیم ما این رو اخذ کنیم یا تبادل کنیم یا دیل کنیم باشون. بعد سناریوهای مرتبط با روابط ایران و جهان، تبدیل ایران به اگر ما نکنیم این کارا رو، در واقع یه سری فرصت سوزی میشه که تبدیل ایران به میدان رقابت تخاصم آمیز میشه. ما در واقع یک عقب نگه داشتن ایران در فرایند جانمایی در زنجیرهای ارزش صنعت و تجارت جهانی است که دیگه احتیاج به توضیح نیست. به واقع این روز به روز بیشتر میشه و کم کم شاید ما یک کشور بسیار منزوی خواهیم شد. همونطوری که میدونید الان دیگه تقریبا ما در تقسیم کار جهانی جایگاهی نداریم. حتی نفت و گاز ما هم الان برای جهان در واقع از اهمیت خودش خارج شده و یعنی اگری که ما اصلا کاری نکنیم جهان معطل در واقع فعالیت‌های اقتصادی ما نخواهد شد و این فاجعه است که اتفاق افتاده. این همون در واقع افتادن در همین تله در واقع انزوایی است که ایران شروع کرده. عدم ورود دانش و فناوری، الان دانش و فناوری‌های جدید نیست. الان من مثلا بعضی‌ها رو که کنترل می‌کنم، مثلا در پزشکی ما الان فناوری مال 20 سال پیشه، با وجودی که به سرعت خیلی زیاد در واقع فناوری‌های تشخیصی و درمانی اینها به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. الان دارو به این شکلی که ما داریم تولید میکنیم دیگه کم کم در اون زیست فناوری‌های جدید دیگه داره الفشن میشه دیگه، اصلا کسی به این توجه نمیکنه. راه‌های جدیدی داره پیشنهاد میشه و جلو میره که ما از اینا در واقع غافلیم. خب سناریوهایی که هست، یکی این که سناریو اول این هست که در واقع آغاز گفتگوهای محدود و غیر مستقیم از طریق واسطه ها. البته حالا من اون چیزی که این جدا از این بحثی که اینجا داریم، 3 سناریو در پیش روی خود دولت امریکا هست. یکی این که اینها نظرشون این هست که نیوکان ها بیشتر این نظر رو دارن که الان زمان اون هست که کلن
با ایران برخورد براندازانه بکنن، همه بساط ایران رو جمع کنن. دوم اینکه تمام اون چه که مظاهر در واقع غنیسازی است اینها جمع بشه، همه چیزی که اعلام کردن که 3 مرکز مهم در واقع مرتبط با غنیسازی اینها باید از بین بره حتی و جمع آوری بشه. سومی که نه، ما در واقع یک غنیسازی محدودی داشته باشیم که اون غنیسازی محدود، حالا بحث این است که سانستش کی باشه. الان گفتن سانست مثلا در قبل یه زمان مشخصی داشت، الان بحثشون این است که سانست مثلا یا 50 سال یا 30 سال یا 50 سال باشه، یعنی یک زمان بسیار بلند مدتی. یعنی این خودش نکات خیلی مهمی است. ولی حالا ایران در واقع در این سناریو سوم در حال مذاکره و بازی است با آمریکایی ها که الان میدونید که حالا اعلام هم شده، مواردی هم هست که اعلام شده، گفته شده که مثلا ما احتمال داره که مثلا از خیلی از کارهای گذشتمون مثلا اینا رو بخوایم فریز کنیم و کارهای اینجوری انجام بپذیره. بنابراین آغاز گفتگو و گفتگوی محدود و غیر مستقیم از طریق واسطه ها، تمرکز مذاکرات بر موضوعات خاص مانند هسته‌ای یا تنش‌های منطقه‌ای، پررنگ بودن بی‌اعتمادی و دشواری دستیابی به توافق جامع. چون یه نظری هم هست که ما یک در واقع توافق جامع داشته باشیم آمریکا رو همه چیز، این اون چیزی که مثلا در گذشته هم بوده که ما در واقع یک توافقنامه مودت داشتیم با امریکایی‌ها که راجع به همه چیز ما در واقع توافقنامه جامع داشته باشیم. اینا هم بحثایی است که الان مطرحه. پیامدهای اقتصادیش کاهش برخی تحریم‌ها، عدم بهبود چشمگیر اقتصادی، پیامدهای سیاسیش هم ایجاد کانال‌های ارتباطی که انجام می‌پذیره و پیامدهای امنیتیش هم کاهش احتمالی درگیری‌های نیابتی که در ایران و در منطقه وجود داره. خب حالا سطح اول این منابع سرزمینی، نفت، گاز، ترانزیت و سرمایه انسانی هست که درگیر میشه. کاهش ناترازی‌های انرژی و کاهش آلایندگی‌های محیط زیست رو میتونه در بر داشته باشه. گازهای فلر رو میتونه که در واقع اینها رو بتونه جمع کنه و از طریق کشورهای عراق و عمان و سنگاپور و کشورهای اروپای شرقی اینا میتونه انجام بپذیره. من خیلی توضیح نمیدم. و نمونه پیشرانهاش هم ایناست. منابع در واقع سرزمینی پیشنهادی بهسازی و تقویت صنایع با تاکید بر نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع مرتبط با معادن کشور نظیر مس و فولاد. منابع سرزمینیش تکمیل زنجیره‌های ارزش نفت و گاز و پتروشیمی، ترانزیتش تقویت دالان‌های ترانزیتی خشکی و آبی و حمل و نقلی و سرمایه‌های انسانیش طرح تبادل متخصص با کشورهای هدف که گفتیم که در بدنش در واقع انتقال تکنولوژی وجود داره. بعد سناریوی دوم اینه که ورود دو کشور به مذاکرات مستقیم، مرحله‌ای و جامع، تبادل امتیازات متقابل، نیازمند اراده سیاسی، اعتمادسازی و تعهد به اجرای توافقی که پیامدهای اقتصادی این در واقع رفع تدریجی تحریم هاست، تقویت تعاملات و افزایش ثبات از نظر امنیتی است. خب حالا این در واقع در سطح دوم ایفای نقش مؤثر ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی است که حالا مثالش هم مثلا یه نمونه تولید پروپیلینه که ما در واقع تولیداتمون کمتر از در واقع مصارف کشور هست. انرژی تجدیدپذیر و توسعه فناوری‌های جدید و استقرار صنعت نسل 4 و نسل 5. نسل 5 که میدونید همین زیست در واقع فناوری و نسل 5 که خیلی جدیده که جدید الان جهان بهش توجه میکنه، مسئله است که همه اون نسل 4 به اضافه سستینبیلیتی و رزیلینس با این دوتا در واقع بیشتر کار رو پیش میبره. خب از طریق آمریکا و اروپای غربی شامل ایتالیا و فرانسه و کشورهای دیگه. خب نمونه پیشرانهاش هم ایناست: تکمیل زنجیره‌های ارزش پتروشیمی، تأمین زیرساخت یک پارچه زیست بوم فناوری، بازسازی صنایع خصوصا نفت، گاز و پتروشیمی و پایین دست معادن بر مبنای صنعت نسل 4 و 5 و طرح تکمیل شبکه انرژی تجدیدپذیر کشور. خب حالا این تقریبا دیگه من عرض کردم مباحث رو. حالا اون زمینه‌های سرمایه گذاری که تو ایران میتونه انجام بشه، یکی بخش انرژی، صنعت خودرو،
بخش حمل و نقل، بخش کشاورزی، بخش فناوری، بخش گردشگری، بخش سلامت داروه و بخش معدن و صنایع معدنی است. ببینید اینها در واقع به این شکل ریجید نیست، اینا مشروط به این هست که اون بحث اولیه من که عرض کردم اونا فراهم بشه، اونم به طور نسبی دیگه، نمیخوام که خیلی ایدئالیستی نگاه کنیم به قضیه. اگه اون نباشه اینا تضمین کننده این قضایه است، ولی پروژه که نمیتونه که مسائل کشور ما رو حل فصل کنه. خب این زمینه‌هاش همه دونه به دونه معلومه که چه فعالیت‌هایی، چه مقداری، به چه اندازه‌ای. من فقط دست آخر، البته اینم چیز دیگه، اینم شرایط در واقع کریدوری‌های ایرانه که عارض هست. این کریدورها در واقع یک چیز فیزیکی نیست، یک چیز برساخته است. ما بسیاری از کریدورهایی که مزیت‌های نسبی اقتصاد کشورمونه داریم و دست میدیم که الان بزرگترین شمال به جنوبه که همه چیزش فراهمه. بعد خب کدام حوزه ها بیشتر برای اروپا یا منطقه جنوب غرب اقتصاد ایران فراهم میکنه؟ برای اروپا گاز طبیعی LNG. میدونید که بعد از جنگ اوکراین در واقع اروپایی تمایل داشتن که ما گازمون رو به اونجا ببریم، ولی رقیب بزرگ ما که روسیه بود به دلایل مختلفی خب چیز نکرد، فرصت به ما نداد که ما از بزرگترین مزیت نسبی رقابتی اقتصادی کشورمون که داشتن اولین یا دومین مخزن گاز جهان استفاده کنیم برای این قضیه و این انجام نپذیرفت. حالا اینجا مطرح دوم کریدور شمال جنوب، مسیر تجارت اروپا آسیا. سوم فلزات استراتژیک مصر روی. میدونید این در انقلاب چهارم و پنجم به خصوص مسئله هوشمندی و اتومبیل‌های برقی و اتفاقاتی که میفته، این در واقع فلزات خاص بسیار مهمه و برای کشورهای منطقه که خاورمیانه، هند، آسیای مرکزی، گاز و برق، تامین انرژی، حمل و نقل و لوجستیک، فلزات و معادن و اینا هم خب سناریوهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری طراحی شده که سناریوی حداقلی 100 میلیارد دلاره، سناریوهای میانی 180 میلیارد دلار. اینا زمان بندیش هم هنوز مشخص نیست، چون ما که نمیدونیم که حالا بگیم مثلا در عرض 5 سال، 3 سال، 6 سال. سناریوهای خوشبینانه 500 میلیارد دلاره و ایناست دیگه. ببینید حداقلی 100 میلیارد دلار و میانه 180 تا، خوشبینانه 300 تا. خب حالا تصور این است که اینا یک بازدهی داره دیگه، ریترنی برای کشور داره، یه همچه چیزی اینا در حدس و گمان دیگه، ولی خب بالاخره بر اساس کارهای کارشناسی در سناریو حداقل 120 میلیارد دلار درآمد از انرژی و حمل و نقل و معدن داره. در سناریو میانی 210 میلیارد دلار از پروژه های کلیدی به اصطلاح حاصل میشه و در سناریو خوشبینانه سالانه 380 میلیارد دلار و وابستگی اقتصادی بالای اروپا و منطقه به ایران رو میتونه نه وابستگی، این در واقع کلمه خوبی نیست، یک نوع در واقع بدبستونه، همون چیزی که در انگلیسی میگیم دیل شاید بهتر از چیز باشه، وابستگی باشه. یعنی این خب ما در واقع وارد اقتصاد جهانی میشیم، میتونیم زندگی و زیست اقتصادی بهتر و خاصی رو در واقع شروع کنیم. از این شرایطی که داریم به مراتب بهتر، ما در حال افولیم. ولی من باز دوباره برگردم به حرف اولم، همه اینها کاندیشناله، همه مشروط به این که ما شرایط فضای در واقع اقتصادی ایران رو که هم حکرانی است، هم کاهش فساد، هم مواردی که گفتم اونها رو اصلاح کنیم. در درون اون میتونه که این اتفاقات خوب بیفته، ولی شاید هم که اتفاقات خوبی نباشه و یه عده آدم‌هایی که بیان و از این سوء استفاده کنن و دوباره انحصارات باشه در درون یک فساد گسترده اینا اتفاق بیفته، اصلا اینا نتیجه بخش نیست. تجربه جهانی این شکلی هم داریم در دنیا که میدونید که اینا تجارب وجود داره. حالا فرصت نیست راجع بهش صحبت کنیم. من برای که دیگه وقت نگیرم از اطاله کلام دیگه خودداری میکنم. خیلی ممنون و متشکرم.